سلام، یه تست از کنکور 402 خارج از کشور رشته ریاضی میخوام براتون حل کنم. سوال گفته که مساحت یکی از پنجره های یک زیردریایی 1200 سانتی متر مربع است. اگر نیروی وارد بر سطح خارجی این پنجره 73200 نیوتن باشد، این پنجره در عمق چند متری آب دریا قرار دارد. بیایم چیزایی که بهمون داده رو بنویسیم. یه گوشه مساحت رو گفته که 1200 سانتی متر مربع. نیروی وارد بر پنجره 73200 نیوتن. در نهایت عمق رو ازمون خواسته بر حسب متر. از این دوتا طبق فرمول فشار که هست P مساوی F بر روی A میتونیم فشار وارد بر پنجره زیردریایی رو محاسبه کنیم. Fش بد شد تغییرش بدیم. خب F رو داریم 73200 و مساحت هم داریم 1200. البته سانتی متر مربع به متر مربع بخوایم تبدیل کنیم ضرب در 10 به توان منفی 4 میشه. این دوتا صفر رو هم میره. 732 تقسیم بر 12 میشه 61. 10 به توان منفی 4 هم میاد بالا مثبت میشه. فشار واحدش پاسکال هست. این عددی که به دست آوردیم فشار وارد بر پنجره زیردریایی و واحدش بر حسب پاسکال. فشار کل یادمون نره. خب فشار کل وارد بر پنجره این زیردریایی برابر با چیه؟ از طرفی برابر با یک فشار هواه و یک رو جی اچ آب دریا. کلا هر جسمی که داخل دریا قرار داره یک فشار هوا بهش وارد میشه و یک فشار آب دریا. ما داریم پی کل 61 ضرب در 10 به توان 4. پی صفر رو هم که این ور تساوی خود سوال بهمون داده 10 به توان 5 به علاوه رو جی اچ آب رو داده 1020. اینجا جی هم گفته 10 در نظر بگیرید و اچ هم که مجهولمونه. اینو میتونیم بنویسیم 10 ضرب در 10 به توان 4 و ببریم این ور کم کنیم. این میشه 51 ضرب در 10 به توان 4 مساویه. این هم که میشه 10200 H. 10200 رو باید بیاریم توی مخرج. 51 ضرب در 10 به توان 4 تقسیم بر 10200. اگه تقسیمش رو انجام بدیم H همون از اینجا به دست میاد 50 متر. کدوم گزینه است؟ گزینه سوم.